السلام علیکم مردم ناحیه 5 مردم فرهنگ دوست همه شما را به این مردم میدان بارسلونا خیر مقدم میگیم. قدم های شما و دیدگان ما گرد دامان شما سرمه بر چشمان ما. بعد هر یک سخن یک قرصکی قطعی قیغاساج یک دستی قرصک. خوب بار دیگر سلام خواهران برادران پیرو برنای ناحیه 5 باستانی. چون با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2015 سال عائله برپا شده است، من بسیار تمنا میکنم به همه شما زندگی خوب، عائله خوب، فرزندان صالح را تمنا میکنم و بگذار که سمای کشور ما دائما صاف باشد، بی‌غبار باشد. و بار دیگر یادرس از آن میشویم که این چهاربینی به ما خیلی مهم را سیاسی فرهنگی را به ما و شما پیشنهاد کرده است. شرکت مبلی محبوب مشهور با نام تیسل، همه کسی یک بار تیسل بگیم. 1 2 3 احسن. خب من فکر میکنم برنامه امروزه ما نه تنها از حج و هزل و ظرافت، سرود و ترانه و رقص و بازی و شوخی ها و یک چند آزمون ها، یعنی که مسابقه های ورزشی ما در اینجا پیشکش ما میگردیم. در اون به واسطه از سن سال خود جوان، خود مرد، خود خاله، اپا، خواهر، بی بابا میتونه آزادانه در این چهاربینایی که حاضر ما پیشکش ما اعلام میکنیم و پیشکش ما میگردونیم اشتراک کردن و البته اون نفرایی که غالی میبرن با تحفه‌های قیمت بها از طرف شرکت تیسل سرفراز گردانده میشود. بار دیگر 1 قرص برای شرکت مبلی تیسل. حالا که مردم شهر 5 وقتی که قرصک گفتیم قرصک خیلی نزنه، وقتی که قرصک گفتیم همه کسی قرصک خیلی خیلی میزنه. یک دسته قرصک همین خیخواست کنه که مردم شهر قمسنگیر تلخش بکفه بگه که در ناحیه 5 قرصه کنسر دیوانه است گذشته. اکا بختیار بله، برابر وارد شدن به ناحیه 5 باستانی علاقه همه زمین‌های سبز و خوره، اون مردمی که می‌بینیم همه روزا در دشت و کار استراحت میکنن، با کار میکنن. این در حقیقت مردم 5 یک مردمی است که مردمی با فرهنگ، مردمی دهقان، مردمی زحمتکش، مهنت‌قرین است و قرصک‌های شما برای مردم 5 باستانی در این روزهای بهاری تقدیم کرده میشود. چپک میگن مادر، شما چی میگن؟ یا مردم ناحیه 5 گپی مرا میگیرن، هر کس نمیگیرن. مردم ناحیه 5 یک بارگاه دستا با بالا قرصک. تشریف جان زباش یافتن در کار. بله تشریف جان، نباشه من بعضی همون معلومات درباره تیسل و درباره چهاربینی امروز گپ زدن میگیرم، جای قرصک شما گپ بزنید، شما مردم که کار کنید. من دست من خدمت خودش نمیفهمن دیگه که 1 2 3 دیگه کار ندارن یا فقط یعنی که سال عائله است، به همه اینو تنیسیت عائله سالم تمنا میکنیم. قرصکا برای عائله سالم کنیم. یا قرصک برای عائله سالم. اکا بختیار خب مردم بالا قنداش نبزنن، مردم بالا که مثال میگیرن در میدان استادگی نه که کی مردم شب یا راحت دارن. اکا بختیار کدامش اینا تای پلات کردن که یا راحت دارن. اکا ببینه اکا گویا که پلات کرد افتا امید طرف سرشونی نگاه که چقدر افتا و نور پاش بازار بیارد. ببین شفتول گپ بسری مقصد میگذاریم. ها برابر تشریفه لپا تو چند روز بود نبودی؟ قریب 2 ماه 3 ماه در جا بودی. جنگ بود آخه در ناحیه 5 اینا برون با جنگ، برون استادیوم با جنگ. همین حاضر جنگ می شب کی قتی کی همین 3 نفر نه 1 نفر بیچاره را زده استنه 3 5 یک کس زده استن نخوا نامرد نخوا 3 نفر 1 نفر بزنه. وجدان انسانیم کو همون بیچاره 1 نفر همین تو بوری طرف میپره، تو بوری طرف میپره. پچک انا بعد تماشا کرده استادیا نه چه خیلی وجدانم نورداست که تماشا کنم اکا. یاردم دادی؟ مرد چه خیلی بیچاره یاردم نمیتی. یاردم دادم اکا 3 نفر 1 نفر زده است. گپ نیست. آفرین. من همینجا با جوانا بیشترش همینجا گپ زن چه خیلی یاردم دادی. بگذار نمونه عبرت شود. یاد گیرن دیگه همین جنجال نکنه. کنه گپ زن چه خیلی یاد دادی؟ 4 نفر همین خسته نمیشه که قریب بمرا. این نمونتی. من پیش بالسان چی دکور ناحیه 15 در درون بالسان دخترک دیدم. در همین تمام تاجیکستان میگه که همه خشوتر دخترکا در ناحیه 5 ای. بعد در درون بالسان دیدی؟ در درون بالسان دیدمش، نصیب باشه میگیریمش. قطعش گپ زده. خواه تو بالسان درون میدی باید دختر در بالسان در درون بالسان بود. قطعش گپ زده. چی گفته؟ خیلی گپ زده. چی گفته؟ لکه خطیب گپ نزد. چی گفته؟ دیدم تو دخترک یا دخترک 5 چقدر شیرینیه. یک تو شیرینی با شیرینی. نه اهمیتم نداد. انا با طرفش رفتم گفتم من دخترک چی میخری که این قد شیرینی
100 بار شیرینی شیرینی حقیقتم نداد چی گفت با؟ طرفم پیسان اقالتم کرد اگه برای گمشه میجا کسالی قندم نه که من خیلی نست با خاکا نما فهمیدم تو با کیم کجا گشتی ها؟ کجا گشتی؟ آرژانتین باش تشبوس مردم نویای پاس تمام دنیا را گشتم اکا آرژانتین فرانسیا گلندیا یوگسلاویا شریلانکا ماداگاسکار فیض‌آباد قلعه پنج بالا قمسنگی قرنای همه دنیا را گشتیم اکا ما چیکار کردی اینجا؟ اونجا ما زبان آموختیم اکا زبان در یک درست بگن که زبان دانی جهان دانی زبان نمیدانی ها؟ نه که درمو تمام دنیا کو تلفنم راومین بود فقط همین شبکه تیسل میگیره دیگه شبکه نداره فقط تیسل خطی با معامله کردیم اکا یعنی زبان نمیدانی؟ ازبکی را 100% میدانم باور نمیکنم چه باور نمیکنه که ما باور نمیکنم تو دائم فریب میکنی نمیدونی تو فریب میکنم که 100% میکنم خگش کن یا رفیق جوره با زبان تاجیکی با زبان ازبکی چی میشود است زبان ازبکی بسیار دشواره در زبان ازبکی حرف قم بسیاره رفیق با زبان ازبکی برادر عزیزی ما این خیلی میشوه که رفیق با زبان ازبکی رفیق ارتاق نفهمیدم ارتاق اینجا گذر دیدیم نه بالا مردمی ازبکی را میدونن تو من فریب نکردی ها؟ مرد کرتاق میشوه وجدانشانی پچقی چی تو؟ ارتاق چی فهمی؟ کنی که همینجا یکم گدک هست که زبان ازبکی دونت همین من فریب نکردیسته باشد اگر کسی داند اگر پیش من بیاد دختران بچه ها مایده باشد اگر حساب داند همین من فریب نکردم یک توفه طرف شرکت سیل تقدیم کرده بشه بیا بچه بیا با یک نفری دیگه این میفهمم ازبکی را ازبکی را میفهمم باید بیستو میفهمم ازبکی را سلام بس سلام سلام اینجا ایستا سلام سلام نامتون سفر نام شما مقصد جون ازبک و تاجیکی ازبکی میدونی خب باز من بچه با سوال میتونم اگر مبادا که من دروغ کرد فریب کرد تو در حال گفتن که نه درست گفت خب فهمیدی پیشتر بیا منم خیلی ایستو بعد خط باش ارتاق میشوه چی میشه ارتاق دیدی درست گفته دو طرفی چی میشه دو طرفی با فکر من خیلی میشه اینا که مقصد دو طرفی هم خیلی میشوه ارتاق پیشتر شوخی نجون درست یا نادرست نه خیلی نادرست 100% درست بود ایستا 100% درست کاکا چی راست شب بگو درست یا نادرست تمام چی میشه دو طرفی ارتاق چی یکتا ارتاق انا چی میشوه یکتا ارتاق ارتاق میشه چه یکتا ارتاق میشه خیلی گوش کن یک با زبان تاجیکی با زبان ازبکی یک چند میشه بر درست بر درست نه یک بر دو بر نادرو چه نادرو 100% درست چند میشه اکه چی میشه اکا بلا زند نه خوشو من گوش کن چی میشه تایسن رنگ من حال تو با حق تمیگ ایستا تو همیشه ایستا دور برو تو با خوش یعنی یکی ها 1000 چند میشه 1000 نمیدونی 1000 میدونم 100% میدونم کاری 1000 چند میشه 1000 بکشی اکا چخل از سر تو بده بر درست گفت نه 100% خیلی بود چی میشه مین فهمیدی مین میشه ها مین ها اینجا به این با زبان ازبکی اینجا به چی میشه بخکه اینجا بیا درست اصولا چی میشه بخکه درست نه چی میشه یقبا دیدی یا چون بزرگم بزنن ازبکی رو ایشی شمه خیلی وقت بار میشوه که بیخکه میشوه همه خیمی برادر نه اینجا بیخکه آمده گفتن دکا که راون طرفه بله در کاشاکو که جا میباشه که مقصد در کاشاکو میدم اون طرفش میروم بیخکه میگو بوس میروم تو اونجا ایستا جلو مقصد جون
انگلیسی ساعت باز اینجا بیا ریمبو خوش صرف چند میخونی؟ چوریوه کدام مکتب با؟ مکتب یا 4 کاره 4 چند؟ 4 کار 16 9 کاره 9 چند؟ نکرنه 81 یک قندو یک قرصک برای بچه میزنیم حالا آفرین آفرین همم یک کره یک میدونم میدونیمی یک کاره یک چند؟ یک 2 کاره 2 میموریم هر دو نه این زور میشه تو نمیشی تو نمیشی گوش کن همین جوینگا کمی خیلی کله جوتا بیس گو دا جو ایجوت نجومگو ازبک چنگاتو چی؟ جوینگا اوتور فهمیدی ها میدای باخت تو دسودا öldürüyorum ben. Bak patron sunduruyorum. انگلیسی را گپ بزنم انگلیسی میدونی انگلیسی مزاد نیست میتیا انگلیسی را گپ بزنه افتاد تاثیر کسای تو با شروع گپ بزن انگلیسی با دقت کن انگلیسی تو میدونی تا 15 حساب کردن میتونی تا 10 حساب کردن میتونی ها کام بچه میتونی کی تا 15 حساب کردن میتونه گوداکو بیا بچه میتونه که میموری به گازنی اینجا بیا این نوع خواهش که سراسیمش دویده اومده خیلی سپید نکلی باز کشنه کی تو؟ من مشرا و عبدالوسی من عبدالوسی دیو؟ بچه کی تو؟ بچه مستوره بچه کی؟ مستوره ها ماما بچه رحیم هم بچه تشابه بچه مستوره یک خرصه برای اپای مستوره میزنیم زنده باشید همین مادرم به حد همین نقش خوب بازی میکنن ای بعضی همین مردکا با هزار هست مادرای هستن که به خیلی بنانگ و بناموس خرسکاش ما برای مادرای تاجیکا میزنیم برادر ارجمند سلام علیکم انگلیسی میدونی سوی چند میخونی سوی چوریوه سوی چند چوریوه واه بچه نه که لیل نمایده بود نمیدونی بلرزه آوردگی بود تو چی میخوای بویز بلا مایده چشم پنج علامت سکته کی یک گوشه تو 5 سال خونده گوش کن کدام مکتب میخونی مکتب یا قندو تزن انگلیسی میدونی زبان تا 15 حساب کرده میتونی انا این بچه از من فریب میکنن از اگر حساب کرد اگر نادرست گفت تو مرا گفت که کی بچه نادرست گفت خب سلامت باشه بیا کلی بچه 1 2 سوهری نادرست قندو تزن بستا نادرست کجاش نادرست سری و چی گفت سهری یا بار دیگه باید قد گازه 1 2 سوهری سوهری نه کو بگو چه خیلی میگی تو چه خیلی میگی سری نه سروان رنگ اکد گازن کنی و چی گفت ده بیایی من هیچ با بالاتر تو سرک را تو بیجا گوش کن تو فوتبالیستی بیا رفتیم 1 2 سوهری کنی رنگ تکرار کن 1 2 3 4 5 بچه بس شد تر کده رفته شد توری؟ تورو نبشه که 1 2 توری کنی تو حساب کن 1 2 سوهری کو 1 2 3 این زبان ایتالی حساب پنجگی هم خیلی داره کنی تو حساب کن 1 2 3 این خیلی اینجا نه بیا تو رود نموری تو معلومی تو انگلیسی کی؟ سی معلومه کی دلافروز معلومه دلافروز همینجا هسته معلومه دلافروزه اشما احترام خوش اگر خدا نکنه همینجا باشه از اونه که پیش آینه با 3-4 سال خودتون فسان میکنید یک ساعت شب همین شاگردان میگن و نخوا و شب با توری شود یه بار دیگه کن تو سه حساب کن تمام بهای گیر 1 سوری بسرا بیا همین نمونیم رنگ اکش برآمد کن فهمید چیزی که اول بچه میگه همون برآمد کن بیا تو یا تو سه حساب کن 1 2 سوهری 1 2 سوهری سوهری نه 1 2 سوهری بگا 1 2 سوهری داومش گرد کن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اگر ما بری اگر ما کی اگر ما تور بشوا کا اگر ما تور بشوا یک خرسه برای برادران بزنیم صحتمند باشه سلامت باشید آقا توفش هم میتیم خواهش میکنیم خواب التماس
در وقتی برآمد گپای چی نزنی خواهش میکنم با خدا. تشریف زیاد نشه تو وقتی همون گاو بشاخ با آوازش بلند نه جوری من باشه گوجه باشه. سلامت باشین. یا قرصک بزن به افتخار نه شیر بچه‌ها. یا قرصک پنجه بزن یک سه. خوش آمدن. عبدالباسط خیر. عبدالباسط. تمام. عبدالباسط. عبدالباسط. جابیو. نه خبره. عبدالباسط. یک باری جمع مردک بوری. بیا 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 بیا. بیا کارت رکورد نباشه با کسی فکر کرد نباشه. خمال عبدالباسط جان دوا. با خطی برادر شوخی میکنه دمیده. عبدالباسط. بسا بالا. یا با دست بالا. اگر نهایی پیش من خفه بولم اگر نخوری آشی من خفه بولم ندیهی تو معاشی من خفه بولم در آغوشم نباشی تو خفه بولم اسمانینده یلدوزی سن سوزاندی تو حیاتی من اسمانینده یلدوزی سن سوزاندی تو حیاتی من هم سوز و هم ارمانی من خفه بولم هم سوز و هم ارمانی من خفه بولم